هم هنوز تفاوت بین هاوس و هوم رو نمیدونی که کجاها باید ازش استفاده بکنی، تا آخر ویدیو همراه من باش که قراره یاد بگیری. پس بزن که بریم. ببینید دوستان، هاوس زمانی به کار میره که ما داریم راجع به ساختمونی داریم صحبت میکنیم که از نظر فیزیکی وجود داره و احساس آرامش، امنیت و رفاه مد نظر نیست. مثلا میخوام بگم که this house is very old. This house is very old. یعنی این خونه خیلی قدیمیه. ببینید هیچ گونه اشاره‌ای من به احساس امنیت، رفاه، آسایش نمی کنم. فقط دارم از نظر فیزیکی دارم به این خونه ابراز نظر می کنم. یکی دیگه بهتون میگم که بهتر براتون جا بیفته. مثلا میخوام بگم که they built a house near the river. They built a house near the river. یعنی آنها نزدیک رودخونه یه دونه خونه ساختن. میبینید باز از نظر فیزیکی دارم اشاره میکنم دوستان. هیچ اشاره از نظر داشتن احساس امنیت، آسایش و رفاه نمی کنم. حالا هوم چیه؟ هوم زمانی استفاده میشه که ما بیایم از نظر احساس آرامش، امنیت بهش اشاره کنیم. مثال احساس امنیت داریم، احساس آرامش داریم، احساس آسایش داریم. خب بهش میایم اشاره میکنیم. For example, finally I came back home after years. Finally I came back home after years. یعنی من بعد سالها به خونه برگشتم، به خونه بازگشتم. ببینید اینجا دارم به نقطه‌ای دارم اشاره میکنم که احساس آرامش و امنیت و رفاه برام ملاکه، برام خیلی مهمه. یکی دیگه when I'm home I feel relaxed and study. When I'm home I feel relaxed and study. میگه که هر موقع که من خونه هستم ریلکس میکنم و مطالعه میکنم. این میشه تفاوت بین هوم و هاوس. اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عزت زیاد.